بچه‌ها نصف شبی من یه حرکت زدم. سلام به همگی، صبحتون بخیر. البته ظهره ولی کلا سلام، روزتون بخیر. من صبح رفتم کلاس، برگشتم، الانم باز باید برم کلاس دیگه. امروز آخرین کلاسه، یعنی آخرین جلسه این یکی کلاسمونه و دیگه بعدش با بچه ها میخوایم بریم بیرون تولید محتوا کنیم. همین دیگه. از 8 صبح کلاسم، خستم، نابودم در واقع. نمیدونم چند ماه بالاخره دارم برمیگردم به اصل خودم. واقعا دلتنگ تولید محتوا بودم، دلتنگ ادیت، ویدیو گرفتن، عکاسی، اینکه دهنم سرویس بشه سر ادیت و انتخاب عکس و اینا. واقعا الان خیلی خوشحالم با اینکه اصلا وقتم خیلی کمه، اصلا خواب و خوراکم همه چیم به هم ریخته، ولی واقعا راضیم. انقدر خوشحالم، فکر کنم حداقل در 11 ماه میشه گفت که دیگه بعد از 10 ماه حداقل دارم برمیگردم به ورژن قبلم. خیلی خوشحالم، خیلی زیاد. خستگی که خیلی خسته میشم ولی کار میکنم برای اون خستگی. خیلی دوستش دارم خستگیو. بچه‌ها من برگشتم خونه، الان میخوام ماسک بذارم، بعدش خونه رو تمیز کنم. ببینید بچه‌ها هیچ وقت خونمون اینجوری نبوده، یعنی الانم اوکیه ها، ولی اون تمیزی که من میخوامو نداره. و اول ماسکمو میذارم، بعد میرم میافتم به جون خونه، قشنگ مثل دسته گل خونه تمیز میشه. بعد میرم دوش میگیرم، بعدشم فکر کنم بیام ادیت بزنم چون امروز رفتیم با بچه ها کافه. ببین بعد از مدت ها میگم، گفتم بهتون حس و حال اون تولید محتوا اینا در من پدیدار شد، حس و حال قشنگ اصلا برگشت، خیلی خوبه. حس کردم که مهشید و مرسان با هم رفتیم کافه و کلی عکس و ویدیو و تولید محتوا کردیم دیگه. خلاصه برم اونا رو ادیت بزنم، یعنی ویدیو ولاگ اینستا رو اوکی کنم، بعدش حافظه گوشیمو خالی کنم و دیگه ادیت یوتیوب هم انجام بدم. همین دیگه. شب شده الان، فکر کنم ساعت 7 ولی هوا خیلی خیلی روشنه. انقدر خوبه، روز طولانیه. میخوام برم قهوه هم درست کنم. امروز اصلا نمیدونم خیلی خوابم میومد. ببین با بچه هم که رفتیم بیرون خوابم میومد. بعد همین که رفتیم سراغ عکاسی قشنگ انگار یه ساعت روستا خوردم، اومدم بالا. تا الانم قهوه نخورم و خیلی واسم عجیبه، ولی آره. پس بزن بریم.
آها راستی امروز شنبه است، کلاسمون دیگه تموم شد، البته به جز زبان و آناتومی. بقیه کلاس ها همش تموم شده و دیگه بعد آماده بشیم واسه اگزم و زاچوتا. همین دیگه فعلا. امروز سه‌شنبه است و دیروز آخرین کلاس ما بود، یعنی کلاس زبان و آناتومی. الان باید بشینم لکچرهای آناتومی رو بنویسم که فردا برم به استاد نشون بدم و کلاسمون تموم شده. هفته بعد دوشنبه اولین اگزمه که آناتومیه. کلا این ترم 2 تا اگزم داشتیم، یعنی داریم آناتومی و هیستو که الان باید لکچرهای آناتومی رو بنویسم و همین دیگه. اگزمامونم از 15 شروع میشه و الان میخوام بشینم آناتومی بنویسم. لکچراشو که تموم بشه خیلی هم زیاده، یعنی هم لکچرهای ترم 1 هم ترم 2، ولی بشینم امشب همه رو بنویسم که تموم بشه. بعدش همین دیگه. منم برگشت ایران بلیط نگرفتم و نمیدونم حالا کی میخوام برگردم و اینا. با توجه به شرایط جنگ و اینا فعلا هیچ تصمیمی ندارم. بچه من یادم میره میخواستم از ناخونه مشتری واسه تو ویدیو بگیرم، یادم رفت، فقط عکسش رو گرفتم که حالا اینجا واسه تو میذارم. ناخونش کیوت شد و همین دیگه. یه سری وسایل سفارش دادم واسه ناخون، خب رسیده، خیلی وقته، هنوز وقت نکردم برم تحویل بگیرم. اصلا کلا الان تابستون بچه هوا واقعا خوبه، یعنی واقعا هوا بد نیست، خوبم نیست ولی اونقدر گرم نیست، ولی من تحمل گرما رو ندارم. یعنی یه ذره گرم میشه هوا فوری کولر میزنم. آستانه تحملم در برابر گرما صفره، اصلا تحمل نمیتونم بکنم. ببینید چی دارم نگاه میکنم. بچه ها شما این انیمیشن رو میدیدین؟ من عاشقشم. بچه ها نصف شبی من یه حرکت زدم، اونم این که بلیت گرفتم، بلیت برگشت رو اوکی کردم. امیدوارم که بتونم برگردم، یعنی همون بتونیم برگردیم و مشکل بر نخوریم و جنگ نشو از اینجور حرفا. آره خلاصه بلیت هم فرستادم واسه مرساینا و صبح بیدار میشم میدونم که کلی خوشحال و ذوق میکنه. یعنی عاشق آرامش و سکوت این تایم از شبم. خیلی خوبه. ماه رو در تصویر مشاهده کنید. بچه ها میدونی الان چی میچسبه؟ تو این سکوت و هوای خوب و این موقع از شب کتاب میچسبه. من به مشید گفتم من وقتی برمیگردم باید تو یه عالم کتاب سفارش داده باشی که من روزانه یه دونه کتاب بخونم. بعد یهو خورد تو ذوق، همینجور بودم که تایم خیلی کمی من ایرانم و نمیتونم اونقدر کتاب بخونم، چون میدونم که اون واسه خودش اون تایمی که من اومدم یه عالمه کتاب خریده. خیلی بده این قسمتشو اصلا دوست ندارم. به نظرم یکی از بهترین کشفیات بشریت کولر بوده، اختراع کولر. و شاید باورتون نشه تو خیلی از خوابگاه ها، خونه های روسیه کولر ندارن. خیلی نرفتم. امروز قراره بریم خونه آنا واسه نوروز. نمیدونم سال تحویل میریم یا نه. بچه‌ها یه چیز خیلی مسخره بهتون بگم، کلاسمون تموم شده دیگه. بعد من امروز خیلی یه مود خیلی بدی دارم. قشنگ حالم بده، الکی اصلا نمیدونم چمه. اصلا خیلی حس مسخره‌ایه بخوام بهتون بگم. آخه یه چیزی هم بهتون بگم، تنها تفریحم دانشگاه رفتن بود. من مثلا می اومدم خونه دیگه قشنگ کار میکردم. ادیت بود، کار خودم بود، همه چی با هم. و آره اینجوری هم که کاش من بلیت زودتر گرفته بودم. بعد اینجوری هم که نه بابا نمیخواد بلیت زودتر بگیری، چون از این برم کار دارم اینجا و بعد کارا رو انجام بدم. میدونی دارم چی کار میکنم؟
شکرگزاری و اینا رو انجام دادم و الان دارم فقط ولاگ میبینم. فکر کنم 2-3 ساعت نان استاپ دارم ولاگ میبینم. پست جدیدم داشتیم آپلودش کردم. میدونید اگه مثلا من بیرون میرفتم الان این مشکل رو نداشتم، اتفاقا خیلی هم خوشحال میبودم، ولی بیرون نمیرم، واقعا حوصله ندارم بیرون برم. بچه‌ها من انقدر کلافه بودم نمیدونم چرا، ولی به طرز عجیبی کلافه بودم. گفتم زودتر آماده شدم و زدم بیرون دیگه. حدودا 1 ساعت و نیم دیگه کلاس داریم، ولی گفتم برم بیرون بهتره، مثلا تو دانشگاه حرکت کنم خیلی بهتره تا اینکه بخوام بشینم تو خونه. خیلی گرمه خدا. خانم زیر سایه نشسته، اینا هیچ کدوم سایه ندارن، دارم مین پزم. مثلا میرم تو ایستگاه میشینم منتظر بچه ها. وحشتناک هوا گرمه. اونم لنز گوشیم هم کثیف باشه ولی خیلی هوا گرمه. دارم ذوق میشم ولی مجبورم برم خریدامو انجام بدم. اصلا خوشم نمیاد از بهار و تابستون و فقط یکی از دلایلی که حالا یک کم باش حال میکنم اینه که روز طولانیه و خورشید بیشتر تابستونه. اینا چیه گرما؟ دارم از گرما میمیرم. برای یه سر و صدا ازتون معذرت میخوام، همسایه در حال بازسازیه. نمیگفتم چرا شیر انقدر مصرف دارم، به خاطر اینکه آیس لته درست میکنم. الان من خودم درست کنم مثلا خیلی گرمه. بچه ها ناخوناش وایب جنوبو میده. حس میکنم قراره که زودتر از من برسه خونمون. خیلی خوشگله. کاشکی بود برای منم اینو میزد.